گرجستان یکی از مقصدهای گردشگری جذاب برای جهانیان، خصوصا ایرانی‌ها. گرجستان در قفقاز جنوبی در محل تلاقی دو قاره اروپا و آسیا و همچنین در سواحل دریای سیاه قرار داره و با کشورهای روسیه، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم مرزه. گرجستان کشور نسبتاً کوچیک اما دارای طبیعتی بسیار متنوع و کوهستانی و دره‌های سرسبز و زیباست. وجود شهرهای تاریخی، کلیساهای دیدنی، کوههای تماشایی، غذاهای لذیذ، اهالی مهربان و مهمان نواز از عواملی هستند که گرجستان رو به مقصدی ایدئال برای گردشگران تبدیل کرده. اگر بگم جای جای این کشور دیدنی و جذاب هست، اغراق نکردم. شهرهای گرجستان با پیاده‌روهای باریک، خانه‌هایی با اشکال هندسی متفاوت، بالکن‌های عجیب، پله‌های گرد و کلیساهای قدیمی و با شکوه دل هر بیننده‌ای رو میبره. همچنین کوه‌هایی داره که همیشه از برف پوشیده است و سواحلی که آب و هوایی بسیار مطلوبی داره. پایتخت و بزرگترین شهر گرجستان تفلیس هست. قدمت این شهر به قرن 5 میلادی برمیگرده. تفلیس در دو طرف رود کور یا کورا قرار داره و از سه طرف توسط کوه احاطه شده و همین مسئله باعث زیبایی دو چندان این شهر شده. در شهر تفلیس چشمه‌های آب گرمی وجود دارند که سبب محبوبیت بیشتر شهر تفلیس در بین گردشگران شده. دیدنی‌های شهر تفلیس بدون اغراق اونقدری هست که اگه یه هفته براش وقت بذارید هم تموم نمیشن. من در این ویدیو میخوام به بعضیش اشاره کنم، اما قبلش تا یادتون نرفته ویدیو رو لایک کنید. بیایید از پل صلح تفلیس شروع کنیم. این پل در شب چشم انداز خیره کننده‌ای داره و بر روی رودخانه کور یا کورا قرار گرفته. کلیسای جامع تثلیث یکی از بناهای با شکوه و دیدنی تفلیس کلیسای تثلیث یا سامبا است. تثلیث بزرگترین کلیسای ارتدوکس جهان و همچنین سومین کلیسای مرتفع ارتدوکس جهانه. ارتفاع 97 متری، معماری تاریخی با عناصری از سبک بیزانس، نقاشی‌های گروهی کلیسا، یک ترکیب با شکوه از این کلیسا ساخته که بازدید از اون به شدت توصیه میشه. اگر میخواید از مسیر رسیدن به کلیسا هم لذت ببرید، پیشنهاد میکنم این گزینه رو انتخاب کنید. تلکابین با گذر از شهر امکان تماشا و لذت بردن از منظره بی‌نظیر رو در اختیار شما قرار میده. البته لازم به ذکره که تلکابین در نزدیک رودخانه کورا قرار داره و تا کلیسا حدود 15 دقیقه پیاده روی خواهید داشت. از مکانهای دیدنی دیگه این شهر میتونیم به مسجد جمعه تفلیس، آتشگاه تفلیس، قلعه ناریکالا، محله حمام‌های تفلیس، یادبود تاریخ گرجستان و البته سر زدن به موزه‌ها و خانه اپرا در تفلیس و دریای تفلیس که البته یک دریاچه مصنوعیه، اما به خاطر بزرگیش در بین گرجستانی‌ها به دریا مشهوره و رفتن به دریاچه لاک‌پشت که هیچ لاک‌پشتی نداره و به خاطر نمای اون از بالا که به شکل لاک‌پشت دیده میشه بهش میگن دریاچه لاک‌پشت. سد ژینوالی، دلفیناریوم، پاراگلایدر و بالون سواری، زیپلاین، اسکی که البته در 4 الی 5 ماه از سال این پیست مناسب اسکیه و خیلی جاهای دیگه. یکی دیگه از زیباترین شهرهای گرجستان که حتما باید ازش دیدن کنید باتومی دومین شهر بزرگ گرجستانه. شهری که هم میتونید در اون خوشگذرانی و تفریحات شبانه رو تجربه کنید و هم میتونید با بخشی از تاریخ و فرهنگ و مردم بومی منطقه آشنا شید. اولین جایی که در باتومی میتونید برید سواحل دریای سیاهه که بعد از شنا کردن در آبهای دریای سیاه میتونید در ساحل حسابی استراحت کنید و آفتاب بگیرید. بولوار باتومی در مجاورت دریا از زیباترین جاذبه‌ها در سفر به باتومیه. این بولوار مسیر پیاده‌روی بسیار وسیع با درختان و گل‌آرایی زیبایی داره. چشم انداز دریا در طول روز بسیار مناسب برای سیاحت و کافه ها و رستوران های فضای باز این بولوار در شب شور و حال خاصی داره. در باتومی المان ها و سازه هایی وجود داره که از تاریخ و ادبیات گرجستان برگرفته شده، مثل مجسمه عشق که البته یک سازه فلزیه و از داستان عشق دو عاشق به اسم علی و نینو برگرفته شده. برج الفا در باتومی یکی دیگه از این سازه هاست که جنسش از فلزه و 130 متر ارتفاع داره با ساختاری شبیه به DNA. همچنین در این شهر میتونید از موزه ها و گالری هنری، آکواریوم و باغ وحش هم دیدن کنید. باتومی به عنوان یک شهر توریستی و ساحلی تفریحات شبانه بسیار جذابی داره
از کلاب‌ها و بارها و نوشیدنی‌های جذاب تا موسیقی و استیج‌های رقص کنار ساحل. در گرجستان علاوه بر تفلیس و باتومی، شهرهای توریستی و گردشگری دیگه‌ای هم وجود داره که رفتن به این شهرها میتونه بسیار جذاب باشه، مثل شهر گوری، مستیاد، تلاوی و کوتایسی و شهرهای دیگه گرجستان. و در آخر رفتن به روستای اوشگلی که یکی از قدیمی‌ترین مناطق این کشوره و به قدری از لحاظ تاریخی اهمیت داره که نامش در میراث جهانی یونسکو ثبت شده. خب دوستان، به پایان ویدیو رسیدیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایکش کنید و با بقیه به اشتراک بذارید و برای دیدن سایر ویدیوها دکمه سابسکرایب رو بزنید.